بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. دوستای عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد و ثنا و صفت به الله سبحانه و تعالی که باز هم برای ما و شما فرصت عمر داد و توفیق هدایت نصیب کرد که در درس از درس‌های عقیده بنشینیم. دوستای عزیز، یک سوالی که دوستا همیشه او را مطرح میکنن و در درس امروزی من خواستم سر از او بحث بکنم که چه چیزها مانع میشه که با وجود از اینکه یک انسان مسلمان در خانه مسلمان پیدا شده و کلمه توحید میخوانه، لکن باز هم عقیده توحید درست نمیفهمه. یعنی موانع فهم عقیده توحید چی هست؟ دوستای عزیز، اصلا الله سبحانه و تعالی برای ما و شما مسلمان ها به می قسمه که نعمت های بزرگ مادی را داده، به خاطر فهم عقیده صحیح برای ما و شما نعمت های حس داده، نعمت عقل داده، نعمت وحی را داده که قرآن و سنت است و نعمت علم داده تا انسان مسلمان از تمامی از این نعمت ها استفاده بکنه و بعد از اینکه از این نعمت ها استفاده کرد میتونه که عقیده درست و صحیح بفهمه. و در قرآن عظیم شان بر ما و شما بیان شده هست که مثلا در گذشته ها چرا مردم و چرا کسای دیگی که مثلا برشان خوب عقل و علم و دانش و همه چیز امکاناتش بود، لکن عقیده توحید درست نمیفهمیدن. مانع اولش تکبر است. اولین مخلوقی که با وجود از اینکه خالق بودن الله را قبول داشت و عبادت الله را میکرد و میگفت که من بنده های بسیار مطیع الله هستم، لکن تکبر سبب شد که این انسان از دایره دین خارج شود و عقیده درست نفهمه و درک نکنه. ابلیس بود. الله متعال میگه که ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا ورزید و تکبر کرد. پس سبب کفر ابلیس چی بود؟ سبب کفر ابلیس چی شد؟ تکبر شد. امی دروازه رو پیش کنین. از بیرون صدای رنگارنگ میاد. اینال ابلیس تکبر کرد و ابو جهل در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم تکبر میکرد. اونمو تکبر از او سبب شد که عقیده توحید درست نفهمه. امام مسلم رحمت الله علیه در صحیح مسلم از عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. میگه در جنت داخل نمیشه اگر کسی به اندازه یک مثقال ذره از کبر داشته باشه. چرا؟ به خاطر ازی که کبر انسان متکبر حق نمیپذیره. انسان متکبر حق نمیپذیره. دو صفت می داشته باشه متکبر. یکی حق نمیپذیره، دوم مردم به پیشش بسیار حقیر می باشه. او میگه که من مثلا چرا گپ فلانی را قبول بکنم، چرا درس فلانی را بشنوم، او پیش من هیچ ارزش نداره.
و از این خاطر اینی سخنان متکبرانه ازی و اندیشی متکبرانه ازی سبب میشه که انسان عقیده توحید درست نفهمه. بسیاری کسا تکبر به چی میکنن؟ من پیش فلانی ملا بشنوم، مگه پزی ملاگه که بشنوم، ما صحبت های فلانی رسایی کنم او در نظر من نمیه. اینی مسائل تکبر سبب چی میشن؟ سبب ازی میشه که این عقیده توحید درست نفهمم. بسیاری کسا تکبرشان چه قسم است؟ ما در خانه یک مسلمان پیدا شدیم، پس وقتی که ما در خانه یک مسلمان پیدا شدیم از پدر کلان ما مسلمان هستم، حالا شما آمدین برای ما درباره توحید صحبت میکنین و درباره شرک صحبت میکنین، این گپا را نگوین. اگر برش عقیده توحید بیان شوه میگه که این نگوین برای ما کافر هستیم، برای ما عقیده توحید بیان میکنیم، در حالی که ولو که یک انسان بسیار عالم بزرگ هم باشه، الله متعال میگه که و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. برای مردم بار بار تکرار بکنین، توحید بیان بکنین، عقیده را بیان بکنین، ذکر الله را بکنین، قرآن تکرار بخوانین تا چی شوه؟ فإن الذکر تنفع المؤمنین، به یک مؤمن فایده میرسه. دوستای عزیز، ما یعنی 20 سال میشه که، بیشتر از 20 سال میشه که مثلا ما درباره عقیده توحید تحقیق کرده میرم، لکن باورتان میه که در هفته گذشته بعضی مسائل را در جریان تحقیق من نو یاد گرفتم که مسائل اعتقادی هست، عقیده هست که مثلا یک هفته پیش او را من نمیفهمیدم. چرا؟ وقتی انسان تحقیق میکنه و میخواه که عقیده توحید درست بفهمه، تکبر نکنه، دوامدار در سای عقیده را ولو که 10 مرتبه شنیده باشه، 11 مرتبه بشنوه و به این حساب تا که عقیده درست بفهمه. خصوصا در عصری که ما و شما زندگی میکنیم، عصر فتنه های بسیار زیاد است. مردم به گروه ها و احزاب و فرقه ها و تنظیم ها و جماعت ها و چی مختلف یعنی تقسیم بندی شدن که این تقسیمات بالاخره سبب میشه که بسیاری اوقات بسیاری مسائل اعتقادی گفته نشه. بعضی جایا هست که مثلا بعضی حکومت ها بسیاری از مسائل اعتقادی رو اجازه نمیدن که مثلا ولا و برا درس داده شود، دوستی با دوستای الله، دشمنی با دشمنای الله، موضوع تکفیر، موضوع نواقض ایمان، اینی موضوعات اصلا در بعضی جایا بیان نمیشه. از این خاطر اگر انسان این درس ها را مشنوه و تکبر میکنه و گوش نمیگیره، بلکه انسان گوش میگیره تا که بالاخره الله متعال با اساس صدقی که انسان داشته باشه و اخلاص داشته باشه، دروازه رحمت خود باز میکنه و بر از هدایت میکنه. معنی دوم فهم درست عقیده چی هست؟ مساوی دانستن یا مساوات بین خالق و مخلوق. والذین لا یؤمنون بالآخرة و هم بربهم یعدلون. کسایی که به آخرت ایمان ندارن مشکلشان چی است؟ با امرای الله مخلوق برابر میکنن. شما تصور بکنید که یک کسی از مخلوقی را که به الله اینا تشبیه میکنن در ذاتش یا در صفاتش یا در افعالش یا در عبادتش، یعنی سبحان الله شما سیگوین که یک مخلوقی بسیار عاجز و ناتوان به خالق متعال چی میکنن؟ اینا مساوی قرار میدن. به این خاطر مشکل اکثریت مردم، یک کسی میگه یک نصرانی کریستیان مسلمان شده بود، او میگه مرا تفلک من سبب شد که من مسلمان شدم. میگه من رفتم در کلیسا را دیدم بت مجسمه عیسی مسیح ساخته شده. میگه طفل مسما پرسان کرد که این کشیش چی میکنه؟ گفت امو بت پاک میکنه. این خودش بسته شدگی هست و خودش هیچ حرکت نمیکنه، این برای ما و شما چی منفعت خواهد رساند؟
من تعجب افتادم. واقعا خالق خود ذاتی هست که آسمان ها و زمین خلق کرده. شما این آوردین در یک اتاقک قلف کردین و مجسمه زیر گذاشتین. این خالق آسمان زمین شده میتونه که حتی نتونست از خود دفاع بکنه و باز میگین که کسی در صلیب میزان کرده. این حال مشکل چی هست که بسیاری اوقات یک نفر یک مخلوق عاجزه با الله سبحانه و تعالی در این عظمت و بزرگیش رو چی میکنه؟ این مخلوق با الله یکسان میدانه. الله متعال میگه که کسی که خلق میکنه و کسی که خلق نمیتونه کرده آیا مساوی هستند؟ الله خالق آسمان ها، خالق زمین، خالق مخلوقات، خالق تمام موجودات است. الله ذاتی هست که مثلا زندگی میده، رزق میده، روزی میده، میمیرانه. آفتاب خلق کرده، مهتاب خلق کرده. آیا کسی امروز پیدا شده که بگویه که مثلا ما آفتاب ساخته میتونیم یا آفتاب از ما هست؟ بغیر از خالق متعال که در قرآن عظیم الشان بیان کرده که خالق آسمان ها و زمین و آفتاب و مهتاب و سیارات هست، اما دیگه مخلوقات. این حال مشکلشان چی است؟ مشکلشان اینمی هست که بسیاری وقتا مخلوق با الله متعال چی میکنن؟ اینا یکسان میدارن. یک وقت مامون الرشید، مشکل مسلمان ها از اون وقت شروع شد که مامون الرشید یک تعداد از کتاب های فلسفه را و اصلا همی کتاب های علمی زبان های دیگر را میخواستن. اون وقت مسلمان ها در تمدن و پیشرفت قرار داشتن، کتاب های زبان های دیگر را در علوم مختلف ترجمه میکردن و بالا از او تحقیقات میشد و تحقیقات بیشتر میشد و اکتشافات بیشتر میکردن. یک اشتباهی که مامون الرشید کرد اوی بود که کتاب‌های فلسفه غرب ترجمه کرد و آورد در بین مسلمان ها بدون از اینکه مثلا نشر کردن، در بین از این نشر کردن، در بین مردم نشر کردن و بسیاری کسا بدون از اینکه مثلا عقیده را اول بفهمه آمدن این کتاب‌ها را خواندن. در زمانی که این کتاب‌ها را مامون الرشید درخواست کرد از امپراتور روم که همین کتاب‌هایتان بر ما بتن که ما ایره میخوایم ترجمه بکنیم، او یک کتاب‌های فلسفه‌ای را کتابخانه خاصی در قصر خود داشت و پیش خود نگه می‌داشت. آن رشید وقتی که از این کتاب‌ها خبر شد برش گفت که میشه از این کتاب‌هایتان بر ما بتن که ترجمه بکنیم. این پادشاه یا امپراتور روم چی کرد؟ امپراتور روم مشاورین خدا خواست و مکششا را خواست و یا را خواست و به همراه از اینا مشوره کرد. گفت این تو خلیفه مسلمان های این تو یک چیز تقاضا کرده و میخوای امی کتاب های فلسفه و منطقه ما برشان بتم و میخواین ترجمه بکنن و از او استفاده بکنن. شما نظرتان چیه؟ سی به منفعت ماست یا به ضرر ما هست؟ اگر به ضرر ما باشه کتابا رو برشان نتیم. و مشاورینشان کشیشا برش گفتن که صاحب اینمی کتاب های فلسفه اینمی سبب شد، اینمی فلسفه و منطق سبب شد که دین ما را خراب کرد. مردم از عقیده درسته که در کتاب ها بود از او آمدن به طرف عقل پرستی، عقل اساس قرار دادن، از این خاطر دین ما را خراب کردن. روان کنین برشان که دین از اینا هم همین قسم خراب شد. و یکی از اسباب گمراهی همین شد که بسیاری کسا وقتی که به این فلسفه ها متأثر شدن چی کردن؟ اینا به این فلسفه ها متأثر شدن، این کتاب ها را گرفتن. در کتاب های مثلا افلاطون و سقراط و اینا که شما بخوانین کل مسائلش اصلا به عقل، فراتر از عقل پیش از اونها چیزی نیست. ولی ما شما مسلمان ها میفهمیم که ما حس داریم، از حس که قوی تر عقل است، از عقل که بالاتر وحی هست، قرآن و سنت است. بسیاری چیزا هست ما رو با عقل خود درک کردن نمیتونیم. مثلا ذات خالق متعال، صفات خالق متعال، افعال خالق متعال، غیبیات. اما وقتی که وحی بر ما بیان میکنه ما میگیم آمنا و سلمنا، ایمان آوردیم و تسلیم شدیم. اما
فلاسفه چی عادت دارن؟ منطقی ها چی عادت دارن؟ اونا میگه اساس عقل است، هر چیز باید از زیر عقل باشه. وقتی که بسیاری کس آمدن به نام فلاسفه اسلامی و به نام از اینا اهمی کتاب ها را گرفتن و عقل اساس قرار دادن، حتی بسیاری از مسائل وحی را هم آوردن در زیر چوکات عقل، در حالی که وحی رتبهش بالا هست. اینا گفتن نه، وحی پایین است، گفتن عقل اساس است. حتی بسیاری اسمای الله را و صفات الله را که به عقلشان برابر نبود، بسیاری غیبیاتی که نبود، اینا گرفتن یا تعویل کردن و یا هم به حق تعطیل کردن، گفتن این صفات ما چون در عقل ما برابر نمیه، ما قبول ندارم، یا در عقل ما قبول نمیه، غیر قبول ندارم، این حدیث ما قبول ندارم، معنای ازی درست. بالاخره اینا بسیار از گروه های به نام قدریه و جبریه و معتزله و رافضه و فلانی و فلانی اینا پیدا شدن که اکثریت از آنها چی هستن؟ عقل پرست هستن. از این خاطر عقل خود با چی؟ عقل خود با وحی مساوی قرار دادن. نه تنها مساوی قرار دادن بلکه رتبه عقل از وحی کده بالاتر قرار دادن. یعنی رتبه الله سبحانه و تعالی، مقام الله را بر عقل دادن. آن چیزی که الله تعیین میکنه که چی حق است، چی باطل است، چی درست است، چی غلط است، اینه میگه نه، اینه باید عقل بر ما بگه که این حق است، این درست است، این باطل است، این غلط. این مشکل شد که بالاخره این گروه ها پیدا شد. مانع سومی که بسیاری کسا عقیده توحید قبول نمیکنن، ما این چیزا را میخونیم، باید اول خوده، یعنی اول وقتی که مثلا من درس میتونم اول از خود شروع میکنم که این چیزها در وجود من نباشه. من باید در فهم قرآن و سنت تکبر نکنم، باید بشنوم و درس خوب درک بکنم و تا بفهمم که کی حق درست بیان میکنه. دوم، عقل پرست نباشم، حس پرست نشم، چون بسیاری جایا هست که عقل ما کار نمیکنه. مثلا ما و شما بسیاری وقتا در مسائل عادی زندگی، یک عالم از علامه شعراوی او چی میگه؟ میگه مثلا در خانه خودت شیشتی، بله دروازه تق تق میشه، بله حست برات میگه که دروازه تق تق است، خب این خو حس گفت. عقلت میگه که در پشت دروازه کسی هست، اما پشت دروازه کی هست؟ عقلم داری، حسم داری. نه عقلت برات گفته میتونه، نه حست برات گفته میتونه. از این خاطر تسلیم میشی به یک تفلک خرد و کوچک و میگی بچه‌م تو برو دروازه رو باز کن ببین که پشت دروازه کی هست. چرا عقلت برات نگفت؟ به خاطر اینکه عقل حتی پشت دیوار دیدن نمیتونه، حس پشت دیوار دیدن نمیتونه تا که یک کامera نباشه یا یک وسیله دیگه که مثلا او رو ببینه، در غیر از خودش نمیتونه او رو ببینه. این حاله مجبور هستی به اون تفلک تسلیم میشی، مجبور هستی به کامera تسلیم میشی، کامera رو میمانی تا پشت دروازه رو بفهمی که کی هست. این حاله در مسائل دیگه مثلا خالق آسمان ها و زمین، جنت، دوزخ، آسمان اول، دوم، ما و شما در فضا هستیم، هنوز در آسمان اول کس نرسیده است، هنوز هم در فضا در نیمش هستن، کلش کشف نشدن. این حال بعد از این چیزهایی که از آسمان اول، دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و بالاخره لوح و قلم و عرش و ملائکه و دیگه مخلوقات غیبی که اینا هستن، این کلش بر ما وحی میگه. پس ما تسلیم هستیم با پیغمبری که بر ما خبر داده است، و کتابی که برای ما خبر داده است وحی است. مانع سوم چی میشه؟ تعصب میشه. تعصب چی هست؟ انسان وقتی متعصب میشه به یک مذهب خاص. مثلا امروز در دنیا هست یک کسی در خانه تولد شده که شیعه هست، یک کسی دیگه تولد شده در یک خانه که اهل سنت است، یک کسی دیگه هست تولد شده در خانه یک کسی که در یک گروه هست، در یک حزب است، در یک فرقه هست، پدرایش مثلا در یک فرقه هستن، در یک گروه هستن. این حال اگر انسان به اساس ولادتش تعصب بکنه و تعصب مثل چی است؟ که آینکای سیاه را در چشمت بانی. وقتی که آینکای سیاه را به چشم کرد انسان تمام چیزها برش سیاه معلوم میشه، کل چیز سیاه هست. وقتی برش میگه برادر این چیز سفید است، میگه نه سیاه است. چرا؟ چون آینکای سیاه هست، کل چیز سیاه. تعصبی نمی قسم است.
تعصب مانع رسیدن به حق میشه. وقتی که برش بفهمانی که اینی راه حق است، حتی ولو که بفهمه هم تعصب داشت باز قبول نمیکنه. از این خاطر عقیده درست قبول نمیکنه. علتش چی است؟ تعصب است. مثلا الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان درباره یهود چی میگه؟ میگه الذین آتیناهم الکتاب، برای کسایی که ما کتاب داده بودیم پیش از قرآن، کتابای دیگه مثل برای نصرانیا انجیل بود، برای یهود تورات بود. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. ای علمای یهود و علمای نصارا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای اهل کتاب اتون میشناسن. الله متعال میگه کما یعرفون ابناءهم، مثل که یک نفر در بین هزاران نفر، مثلا فرزند شما پسرکتان یا دخترکتان در مکتب است، شما میرید در مکتب و سل میگه که از مکتب طفلا بیرون میپره، 1000 طفل است، در بین 1000 2000 طفل طفلک خودم میشناسین و دست گرفته او رو در موترتان سوار میکنین و به خانه میرین. الله متعال میگه که یهود رسول الله صلی الله علیه و سلم اتون میشناختن، علاماتی که داشت. حتی فکر کنین در 12 سالگی، شما در 12 سالگی سعی کنین که وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم کاکایش میخواست به سوریه ببره، شام او وقت میگفتن این منطقه فلسطین و سوریه و اردن، این منطقه رو به نام شام میگفتن. اینا وقتی که ابو طالب کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم خواست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شام ببره برای تجارت، در راه وقتی که راهب رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینه، میشناسه، در راه یک معبد است و در اونجا کسی عبادت میکنه. این شخص از علاماتی که در چهره و در حالت اونجا میبینه، برای کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این بچه که به شام نبر. چرا؟ میگه به خاطر از که اونجا علمای یهود هستن، علمای اهل کتاب هستن، اونا اینو میشناسن. شما خوب در عبارت دقیق فکر بکنین. یک نفر اقدر علم داشته باشه که پیغمبر خود نمیشناسه، هنوز 12 ساله است، سرش وحی نشده، در 40 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمید که من پیغمبر هستم. هنوز پیغمبر صلی الله علیه و سلم 12 ساله است و خودش نمیفهمه که پیغمبر است، لکن علمای یهود میفهمن، اهل کتاب میفهمن که پیغمبر الله هست. حالا شما تصور بکنین وقتی که انسان بفهمه که این پیغمبر الله هست، پیغمبر الله را با داغوش خود میگرفتن، از این دفاع میکردن، به این ایمان می آوردن. لکن این شخص چی میگه؟ میگه اینجا علمای هستن که علمای متعصب و متکبر هستن، اینا وقتی که پیغمبر را بشناسن میکشنشه. به این سطح میرسه، بله به این سطح میرسه که این پیغمبر را میکشن. بنابراین اینه نبر اینجا. از این خاطر دوستای عزیز، انسان هایی که به تعصبات قومی، قوم پرست هستن، تعصب قومی در ذهنشان آمده، هیچ وقت آیات قرآن که تعصب رد میکنه قبول نمیکنه. از این خاطر این عقیده توحید قبول نمیکنه، کافر میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه مثلا انسان اگر در قرآن یک آیت هم قبول نکنه، این کافر است. آیاتی که مثلا میگه انما المؤمنون اخوتون، شما برین یک تاجیک قوم پرست پرسان بکنین و برش بگوین که شما یک پشتونی که مثلا مسلمان از کلمه میخونه او رو من حیث برادرت میپذیری، میگه هرگز. اگر از یک پشتون قوم پرست پرسان بکنین، برش بگوین که اگر یک تاجیک باشه که لا اله الا الله میگه نه برادرت است، میگه نه، الله میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمن برادر یکی دیگه است. اگر بلال حبشی باشه، اگر سلمان فارسی باشه، اگر صهیب رومی باشه، چی از قاری اروپا باشه، چی از قاری امریکا باشه، چی از استرالیا باشه، چی از حتی یهود، عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه یهود بود، وقتی که مسلمان شد برادر ما و شما شد و برادر صحابه شد و ما و شما میگیم رضی الله عنه. این تعصب قومی اجازه نمیده که
انسان مؤمن واقعی شود. تعصب مذهبی، والا در مذهب ما این قسم میگن من این حدیث قبول ندارم، این حدیث قبول ندارم، این عقیده را قبول ندارم، این قبول ندارم. چرا؟ والا در مذهب ما این قسم است. در حالی که امی شخص وقتی که خوب بره اگر تحقیق بکنه و تعصب نکنه، امی حقایقی که در قرآن هست این در مذهبش هم هست. و خاطر ازی که این مذاهب اهل سنت مثلا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کلشون از قرآن گرفتن، کلشون از حدیث گرفتن. پس چون مخالفت با این میکنن و امایشان میگفتن که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اولی چرا قبول نمیکنن بسیاری از آیات و حتی احادیث؟ به خاطر تعصب. وقتی که تعصبات شروع شد حتی مذهب یک فرقه گشت. در غیر از اون مثلا مذاهب فقهی در وقت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 12 مذهب فقهی بود. این 4 تا مشهور شدن، دیگرها هم هستن کسایی که علما هستن و فقه را میخوان باز این مسائل درک میکنن. این حالا چرا؟ به خاطر ازی که بسیاری وقتا تعصب. والا ما در خانه شیعه پیدا شدیم، از این خاطر اینی آیات قرآن برش وقتی که بیان بکنی یا آیت قبول نمیکنن. وقتی برش میگی که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، الله سبحانه و تعالی اینجا بیان کرده برای ما در قرآن عظیم شان که الله راضی شده هست از مؤمنا. اینا کسایی که در زیر درخت بیعت کردن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، چی هستن؟ اینا الله میگه که مؤمن هستن و الله از اینا راضی شده. اینا این شخص وقتی که برش میشه نه ولی در کتابای ما و در روایت ما و در فلانی و فلانی اینا را گفته که کافر است و این مثلا مسلمان نیست و این چطور است و چنان است، یک قصه ساختگی دروغی را با اساس تعصب قبول میکنن. لکن بس ده ها آیت قرآن که مثلا در صفت صحابه گفته شده که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی، مهاجرین، انصار، اینا سر کافرها بسیار شدید بودن، در بین خود بسیار دوستی و مهربانی داشتن. این قبول نمیکنن. چرا؟ تعصب مذهبی. بین این قسم تعصبات حزبی هست. بسیاری وقتا یک نفر میبینه که رهبر حزبش، رهبر گروهش حتی بعض کلمات رو میگه و فلسفه های رو میگه که او رو به کفر میکشونه. لکن چون این تعصب حزبی و تعصب مثلا گروهی داره، اونمو رو با امی کفرش قبول میکنه و آیات قرآن رد میکنه. حتی ما یک کسی رو در جای ششتم که میگه ما با فلانی شخصیت ما بیعت کردیم که اگر که کس جنگید کتش میجنگیم، کس صلح کرد صلح میکنم، کت کافر شش ما هم کتش میشیم، کت مسلمان، کل چیز فقط ما بر زمین رهبر خود، یعنی از رهبر خود به اساس تعصب یک معبود جور میکنن. حالا مثلا بسیاری وقتا رهبرای گروه ها امولات و منات و عزا که در قدیم میگفتن، حالا فقط نامایشان تغییر کرده. اما قسم که لات پرستی بود و عزا پرستی بود و منات پرستی بود، حالا امی قسم رهبر پرستی هست. اونم چیزی کنم رهبر گفت، رهبر حزب، رهبر گروه، رهبر طایفه، در حالی که در اسلام معصوم رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبرها هستند. حتی صحابه اگر یک جای اشتباه میکردن دیگه صحابه میخیسن و در مقابلشان استاد میشدن. وقتی که عمر رضی الله تعالی عنه من حیث خلیفه مسلمان ها بیعت میشه، امرش میگه که اگر من مطابق قرآن و سنت عمل کردم مرا مثلا تعیین بکنین و اگر من مخالفت کردم مرا مثلا راهنمایی بکنین. یک کسی از بین همینجا میخیزه، در حالی که به هزاران نفر صحابه اونجا هستن، به هزاران نفر تابعین اونجا هستن، لکن مثلا لشکر است و قوات ها و جنرال های حکومتی و وزیرا و کلشان هستن و این شخص میخیزه و برای عمر رضی الله عنه میگه که اگر مخالفت قرآن و سنت کردی با این شمشیر گردن تو را میزنیم. و هیچ کسی چیز نمیگه. چون کلگی میفهمیدن که کلگی باید تسلیم باشن به کتاب الله
و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. لکن انسان متعصب قبول نمیکنه. از این خاطر این مانع میشه که چی کنه؟ مانع میشه که حق قبول بکنه. چرا این اونمو آینکای سیاه تعصب گذاشته. اگر کسی دمو گروهش، دمو حزبش، دمو مذهبش، دمو طریقش، دمو تنظیمش، دمو جماعتش بود گپ از او قبول میکنه، ولو که یک انسان جاهل بخیزه گپ بزنه او رو قبول میکنه، چون او در گروهش است. اما اگر یک کس دیگه که فهمید که این مثلا در گروه من مسلمان است، کلمه میخوره لا اله الا الله محمد رسول الله آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخر والقدر خیره و شری من الله تعالی و البعث بعد الموت، کلی چیزا را و هیچ نواقص از نواقص ایمان ندارن، لکن صرف به خاطر اینکه در گروهش نیست، در حزبش نیست، در مذهبش نیست، در طایفهش نیست، گپ از و امو درس از حتی تفسیر قرآن درس بتن نمیشنون، عقیده درس بتن نمیشنون. چرا؟ تعصب هست. از این خاطر تعصب یکی از موانع خطرناک است. از این خاطر دوستای عزیز، مسلمان نباید تعصب داشته باشه. مسلمان که هست، ما در کدام راه هستیم؟ راه ما اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام. الله بر ما اسلامه. چی کرده؟ رهبر ما کی هست؟ ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. رهبر ما، اسوه ما رسول الله صلی الله علیه و سلم است. راه ما کدام است؟ صراط المستقیم. در کدام راه میریم؟ صراط الذین انعمت علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. راهنمای ما چی است؟ کتاب الله هست و سنت صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر انسان اما تو یک منهج اختیار بکنه و از این تعصبات دور باشه و به کلگی احترام بکنه و به تمام مذاهب و به هر مسلمان مؤمن موحدی که در نواقض ایمان داخل نشده باشه، همه ایشان برادر مؤمن ماست. و این آیت قرآن قبول داریم که انما المؤمنون اخوه، و این آیت قرآن هم قبول داریم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انسان با تقوا رتبهش از ما کده بسیار بلند است. این میال ما عقیده دارم که رتبه ام المؤمنین خدیجه کبرا از ما کده به هزارات چند بلند است. عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین و صحابیات رتبه کلشان از ما کده بلندتر است. از تابعین از ما کده رتبهشان بلند است. از تابعین رتبهشان بلند است. شیخ‌های حدیث، علمای بزرگ از رتبهشان از ما کده بلند است. و بر کل ازنا بسیار دوستی و محبت. به خاطر چی؟ که اینمی دوستی انما المؤمنون اخوتنا باید انسان قبول بکنه. امروز بسیاری کسا بسیاری آیات قرآن به خاطر اینمی تعصب. تو نیست که مثلا ما والا این دین افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض الکتاب، من آیات قبول دارم، اقیم الصلاة قبول دارم، آتوا الزکات قبول دارم، روزه را قبول دارم، حج قبول دارم. نه، اسلام دین تجزیه نمیشه. یا باید کلش قبول بکنی، اگر یک بخش هم قبول نکردی تو من حیث انسان مؤمن گفته نمیشی. اگر انسان یک آیت قرآن هم انکار بکنه، این انسان از دایره دین و ایمان خارج میشه. مانع چهارمش چی است؟ اعجاب و از خود راضی بودن است. بسیاری کساست بسیار مغرور است، از خود بسیار راضی هست. مثل چی است؟ بعضی اوقات شما دیده باشین اعجاب چی رو میگن؟ مثلا شما یگان وقت یک سیب بسیار خوبه میخرین، بسیار سیبای هم تو رنگ خوبش داره. ما یک وقت رفتم یک جای سیکن چه خوب سیبا هست، اما تو خرید ما آوردم در خانه، هر کدام از این که این سیب توته میکنم، بیرونش بسیار رنگ سرخ و زرد و بسیار زیبا، اما وقتی که داخلش گنده شده هست. بسیاری که هستن از خود راضی هستن، از داخل گنده هست. از داخل بسیار از خود راضی هست، فکر میکنه که من میفهمم، همه چیز میفهمم. اگر کدام وقت یگان سوالم میکنه، تو سوال میکنه که یعنی من خو میفهمم، خو میخوایم که تو را معلوم بکنم که تو در عبارت چی معلومات داری، در حالی که و فوق کل ذی علم علیم، نسبت به هر عالم دیگه هست. موسی علیه السلام هم پیغمبر بود، خضر علیه السلام هم پیغمبر بود، لکن برای موسی علیه السلام چیز که الله کتش گپ زده، چیزهای وحی شده، اما برای خضر علیه السلام مسائل وحی شده، گفته شده هست، علوم بر از او بیان شده است که موسی علیه السلام برش گفته نشده هست. پس موسی علیه السلام میره پیشه او خضر علیه السلام
و پیش از او من حیث یک شاگرد میشینه و از او بسیاری از مسائل که مثلا حکمتاش بر از او گفته شده هست و موسی علیه السلام نمیفهمه برش شده. این حال این پیغمبر الله هست، الله میگه برو پیش از او و از پیش از او یاد بگیر. و این قرآن برای ما چون این قصه آمده است که وقتی یک پیغمبره که تو پیغمبره که الله امرش و کلم الله موسی تکلیما، تو پیغمبر با عزت و عظمت بزرگی که الله امرش سخن گفته، ولی با وجود از این هم این نیاز داره که بره پیش پیغمبر دیگه و از او چیزهایی را بیاموزه. این حال ما چی هستیم؟ محتاج هستیم که روز به روز بخوانیم و بیاموزیم تا که مثلا ما و شما عقیده درست و توحید در قلب ما اما تو خوب راسخ شود. بسیاری کسا این حال اعجاب سبب چی میشن؟ از خود راضی هست، یعنی من خب بسیار خوب میفهمم، من خلاص دیگه نیاز ندارم. مانع پنجمیش قلب قاسی هست. بعضی اوقات است بعضی کسا هستن قلوبهم منکره و هم مستكبرون. فالذین لا یؤمنون بالآخره، در سوره نحل آیت 22 الله متعال میگه که فالذین لا یؤمنون بالآخره قلوبهم منکره و هم مستكبرون. این حاله حتی مثلا یهودی ها را میگه که قلبهایشان آنقدر قساوت و سنگدل شدن که حتی از سنگ هم که در قلب از اونا سخت‌تر شده. این قساوت قلبی، سنگدلی، این سبب از این میشه که عقیده درسته انسان درک نکنه. اما چه وقت انسانی که قلب نرم داشته باشه، وقتی که و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی که ذکر الله شه و قلبهایشان در ترس میاد. بسیاری وقتا ببینی که از چشما اما تو بدون اختیار و ارادش اشکاهاش اما تو روش سر میکنن. این چی است؟ از نرمش قلب است. و این قلب چه وقت چی میشه؟ اما تو سخت میشه، سنگ واره، وقتی که انسان اعجاب داشته باشه، تکبر داشته باشه، تعصب داشته باشه، خودخواهی داشته باشه. این قلب چرا که هر گناهی که انسان میکنه یک نقطه سیاه اگر توبه کرد این نقطه سیاه پاک میشه، اگر نشد قلب هم تو نقطه سیاه بالاخره تمام قلب سیاه میگرده. باز این قلب سیاه دیگه چی از دیگه در اشغال شیطان میشه و حق قبول نمیکنن. مانع ششم ریاست و ملک از بعض اوقات است. بسیاری کسا به خاطر از اینکه مثلا قدرت داشته باشه و قدرت سیاسی داشته باشه و امکانات خوب داشته باشه، از این خاطر به خاطر اینمی چوکی و قدرت حق قبول نمیکنن. به خاطر رسیدن به قدرت از راههای نامشروع و غلط، مثلا کت امریکا پیمان بسته میکنه، کت روس پیمان بسته میکنه، کت خارجی و کت ازی و کت ازون، به هر طریق میخواه که به قدرت برسه. وقتی که برش حق گفته شود، باز به خاطر از اینکه خدا از چیز خلاص کنه که یعنی من خودم در باطل نیستم، باز نامای رنگارنگ میگه اینا افراطی هستن و اینا مثلا تروریست هستن و اینا چطور هستن و اکستریمیست هستن، اینا فلان هستن. لکن اصل هدف از چی هست؟ قدرت خواهی و چوکی خواهی است. بسیاری کسا با اساس اینمی قدرت و اساس چوکی خواهی از چی هستن؟ حق قبول نمیکنن. مانع هفتم غرق شدن در فسق و فجور هست. یعنی وقتی که انسان گناه زیاد میکنه و غرق میشه، از این خاطر بازی حق قبول نمیکنه. از این خاطر بسیاری وقتا مثلا شما سائل کنین که یک کسی در گناه زیاد، وسایل شیطان چی است؟ که از گناه ها شروع میکنه، از گناه های صغیره بالاخره به گناه های کبیره. همین قسم خوب این عادت میته. وقتی که در فسق و فجور خوب غرق شد، وقتی که برش حق هم بگوی، بازی حق قبول نمیکنه، توحید قبول نمیکنه، عقیده صحیح قبول نمیکنه. چرا؟ به خاطر ازی که باز برای بسیار مشکل میشه که از این فسق و فجور و فجایع بازی براین. از این خاطر از بسیاری کسایی که دمی گناه های صغیره و کبیره خودم مبتلا کردن، بالاخره گام سومی شیطان این بود که اینا را در شرک و در کفر مبتلا کرد. و بسیاری کسا سمیل شما سائلشان بکنین که چون در گناه های زیاد خطرناک غرق هستن، آلی که برشان این گناه ها گفته میشه، بسیاری وقتا کفر میگن و از اونم گناه خود و از اونم فسق و فجور خود چی میکنن؟ دفاع میکنن. حتی من یک وقت خودم یک شاگرد داشتم از
سویزرلند بود. او جوان بسیار خوب بود، کریستیان بود. تقریبا 3 ماه ما وضعی هم تو جر و بحث داشتیم در مسائل اسلامی. در بعد از 3 ماه این قبول کرد که قرآن کلام الله هست به اساس دلایلی که برش گفتم. قبول کرد که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله هست. قبول کرد که عیسی مسیح پیغمبر است، پیغمبر الله هست و فرزند الله نیست. قبول کرد که الله ذات یگانه هست، یعنی توحید قبول کرد، رسالت کل زیاد قناعت کرد، یعنی به کلش قناعت کرد. خب ما برش گفتم خب حالا کل زیر قناعت کردم، حالا یک چیز مونده که کلمه بگویی که لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص تو مسلمان هستی. گفت من کلمه نمیگم. وقتی پرسانش کردم که چرا کلمه نمیگی؟ گفت به خاطر از این من کلمه را نمیگم که من از خردترکی به این مرض ها و به این گناه ها ما مبتلا شدیم. این حال چون من به این مرض ها و این گناه ها مبتلا هستم که من همیشه شراب می نوشم و همیشه مثلا من فیلم های مبتلا خراب و یاره می بینم، این من ترک کردن نمیتونم، من غرق هستم. یعنی بالاخره اکثرا در کشورهای اروپایی و در امریکایی همین اطفال از خردی در اینمی مرض ها مبتلا میکنه. مثل که یک نفر به هیروئین مبتلا باشه، کسی همین قسم به الکل مبتلا هست، به زنا مبتلا هست، به گناه ها مبتلا هست، به فسق و فجور مبتلا هست. این حال باز آخر که شد گفت والا من نمیتونم قبول بکنم به خاطر از اینکه اگر من عقیده توحید قبول بکنم و مسلمان شوم، باز من مجبور هستم این چیزها را ترک بکنم و آل من عادت کردیم و بیخی من معتاد هستم. بسیار بالاخره قبول نکرد. چرا؟ فسق و فجور است که سبب عظیم میشه که انسان بسیاری وقتا به کفر مبتلا میشه. مثلا شما بعضی از خانم ها رو دیده باشین که به بی‌حجابی اول عادتشان دادن. وقتی که به بی‌حجابی عادت کردن که علی چادر مثلا حجاب نیست، از اولا برشان گفتن که مثلا حجاب که از برو میده قلبت که پاک باشی، چطور است چرا است حجاب و سوک و آرایش بگو فلان بگو. بالاخره وقتی که یک کمکی سرش فشار آمد، حتی به حالت رسیدن که بیخیمی حکم آیات قرآن که درباره حجاب است قبول نمیکنه. این حالی چی میشه؟ بالاخره از این آیات انکار میکنه، کافر میشه. اگه بگویه که من این آیات قبول دارم، حجاب است، بله است، لکن من گناهگار هستم، تو نمیگم نه بیخیمی اصلا نیست. در اسلام میگه هیچ حجاب نیست و این حجاب غلط است و این حجابی که است. این بسیاری کسا رو ببینید که با اساس چیست این میخواهرا همین ما با چشم خود میبینیم که حتی حجاب در میتن و بسیار آیات قرآن و این همی قسم مثلا بسیاری مشکلات دیگه که مثلا وجود داره. مانع هشتم غفلت است. بسیاری وقتا انسان غافل چی است؟ و در آیت 39 سوره مریم الله سبحانه و تعالی میگه که و انذرهم یوم الحسرة اذ قضی الامر و هم فی غفله و هم لا یؤمنون. بسیاری کسا در غفله می باشند. چی مانا غفلت؟ یعنی بسیاری کسا هستن مصروف چیزهای هستن، تمام روز مصروف دنیا و خوراک و خوب بخورم و خوب بنوشم و چقدر پیسه پیدا کنم. در مسائل آخرت و دین کاملا بی تفاوت است. امی قسم غافل تا یک روز میشه که یک وقت سائل میکنن که وقتش پوره شده و وقت مرگش است و باز وقت باز میگه که یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که فلانی شخص دوست خود نمیگرفتم، او مرا گمراه کرد. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش که من پیغمبر راه پیغمبر میگرفتم. و به این شکل ما سعی کردم، یک کسی بودم و در چیز نوشته کرده بود که یک هنرمند بسیار مشهور مصری هست، ای با یک مرض مبتلا شده، به مرض 60 سال مثلا هیچ حرکت کردن نمیتونه و تو گپ میزد. اما یک کسی از پیش پرسان کرد گفت که همین یگانه خواهش تو در زندگی چی هست؟ گفت خواهش من این است که کاش که من میتونستم یک رکعت نماز با قدم‌های خود استاد شوم و بخوانم، که من در طول عمرم غافل بودیم نخواندیم و حالی که مریض شدم و دست پایم شل شدن، حالی که میفهمم حالی انجام دادن نمیتونم. این بسیاری کسا هستن که در این غفلت غرق میباشن و بالاخره این غفلت سبب ازی میشه که به تفاوت است. مثلا اگر در عقیده رو برش بگید نه او سکو مسائل دینه بگید نه برادری که پاره نزنین باز جنجال پیدا میشه، قرآن برش بخوانی و نه قرآن برای آیت نخواین، حدیث نخواین، از دین گپ نزنین.
این بالاخره این غفلت دیگر روز صاحب خبر میشه که نسبت وفات فلانی و کلام عکسش چاپ میشه که نسبت فلانی. باز بسیاری کسا چی میگن؟ بسیاری کسا باز میگن مرحوم فلانی. اوه ماشاءالله مرحوم. باز وقت نامزوره باز یا تزکیه میکنن. الله میگه کسی را تزکیه نکنین ولا تزکوا انفسکم. باز یا وقت برش میگه که مرحوم و مغفور یعنی رحم کرده شده و بخشیده شده فلانی خان این وفات کرد. ولی وقتی که سوانیش میخونه که در سوانیش کلش غفلت است، در گمراهی گرفتار است، در زنا مبتلا هست، در شراب مبتلا هست، در گناه های خطرناک مبتلا هست، در نواقض ایمان مبتلا هست، در کفر و در شرک و در این مسائل مبتلا هست، در دوستی کافران مبتلا هست. متوجه هستین؟ یعنی کلش. لکن این غافل تا وقتی که مرگ برش برسه، وقتی که مرگ میرسه بازی چی هستن؟ باز مثل فرعون هم وقتی که وقت مرگ شد فرعون هم میگفت که ما ایمان آوردم، باز وقت کلمش باز قبول نمیشه. دیگه از موانع قبولی توحید درست چی است؟ یه است که بسیاری کسا یقینشان ضعیف هستند. یعنی وقت عقیده انسان نفهمه، درسای عقیده را درست درک نکنه و درست تیر گوش نگیره و بر از این وقت نده، این نفر در شک می باشه، در آخرت یقین نداره، مشکوک است. آیا آخرتی وجود داره؟ آیا بعد از مرگ زندگی دیگه هم است؟ این شک از این سبب از این میشه چون در آخرت چی هست؟ الله متعال میگه و اذا ذکر الله وحده، وقتی که الله به یگانگی یاد شود اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، قلب های کسایی که با آخرت ایمان ندارن دلشان گرفته میشه. چرا درباره توحید گپ میزنین؟ از توحید و از این گپا بسیار یا احساس چی میکنن؟ خستگی میکنن. از این خاطر انسان مسلمان وقتی که قرآن عظیم شان ما و شما میخوانیم در تمام آیات که در دوره مکی آمده هست کلش درباره عقیده و مسائل آخرت است. مثلا اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، کلش همین چیزایی رو بیان میکنه که بالاخره آخرت برای ما و شما بیان میکنه. اینا کسایی که به آخرت باور ندارن از این خاطر اینا عقیده درست و توحید قبول نمیکنن. مانع دهمی چی هست؟ شبهات دروغین است. بسیاری وقتا مثلا وقتی که شبهات دشمنای اسلام میپرتن، اینا ما مشکل چی است که دشمنای اسلام بعض شبهات هم میپرتن که اون شبهه از او بسیار بی ارزش و شبهه ضعیف است. لکن مشکل چی است که این مسلمان عقیده خود درست نمیفهمه، درس قرآن نمیفهمه، درس حدیث نمیفهمه. اینا وقتی که درس نمیفهمه گوش نگرفته، یک اندک یک شبهه که یک کافر برازی مطرح میکنه و یا در یک تلویزیون یا در یک رادیو بیان میشه، فوراً این انسان چی میشه؟ با اینمی شبهات از دایره دین خارج میشه. از این خاطر انسان مسلمان کوشش بکنه که زیاد در عقیده تحقیق بکنه، زیاد درسای عقیده را گوش بگیره تا ای که چی شود؟ این شبهات کاملا از ذهن ازی دور شود. یک نفر میبینی یک تار موی پیدا کرده، این یک تار موی است. این تار موی کی است؟ این تار موی ابوبکر صدیق است. ماشاءالله از ابوبکر صدیق رضی الله عنه در 14 قرن تار موی از تابال بازی آمد در افغانستان. آسا پیش ازی آمده باز گرد از عطر بزن و مثلا میره در خوشبویی نگاه بکو، میره در سمال تاوبته و بازی ما سال یک دفعه باز میکنیم، باز گریان بکو، چیغ بزنی عجیب و غریب هستن. و در این نمیشه هستن. خب گیریم نه همین مکمل همین موی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن، وقتی که موی رسول الله صلی الله علیه و سلم یا موی صحابه باشن، آیا میتونه ما تو را نجات بده؟ نه، نجات الله متعال میگه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا ایمانت و عملوا الصالحات و اعمال صالحه و تواصوا بالحق، دعوت به توحید و تواصوا بالصبر. وقتی که ایمان و اعمال صالحه خود انسان نداشته باشه، ولو کمی موی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بر ازی داده شود، این نجات میده. یک وقت ابی ابن سلول که رئیس منافقا بود، این مرد. بچه‌ش آمد به رسول الله گفت همین پیران تو بده. رسول الله گفت نه، اون پیران که در جسم تو رسیده باشه، او چپن خدا بر گفت این پیران داخل ایره بده که ایره بپوشانم. لکن آیا پیران پیغمبر صلی الله علیه و سلم میتونه که ابی ابن سلول از عذاب الله نجات بده؟
اما ملائکه که عذاب میده من پیرانش میکشون جمعه من خوب به احترام و خوب زدن ایره میده. این حال بسیاری وقتا انسان در این شبهات ولی این موی از ابوبکر صدیق مرا نجات میده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خودتون خیمه کرد برای پدر خود، رفت پدر خود گرفت آورد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و گفت که کلمه بخوان. متوجه هستین پدر خود دستش گرفته ریش سفید آوردش پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم تا کلمه خوان، گفت کلمه بخوان مسلمان شو که تو به جنت بری. هی اگه به مویش میشد خیلی بر پدر جان این یک چند تا موی خدا برات میتم. این بسیاری شبهات هست که متاسفانه بسیاری کسا در این چیزا مبتلا میشه. چرا؟ مشکل عقیده. مانع 11 همراهی با شیطان‌های انسی و جنی. شیطان‌ها دو قسم است. بعضی شیطان‌ها انسان جنی هست، بعضی انسان‌ها هست که اونا هم به اساس گناه و به اساس شرک و کفر به چی تبدیل شدن؟ به یک شیطان تبدیل شدن. که این قسم مردم دوستی کردن هم سبب از این میشه که انسان بسیاری وقتا چی شود؟ از عقیده توحید درست. بسیاری وقتا یک کس میخواد که درس دینه بخونه، یک دوستش یک رفیقش مانعش میشه که بیا چی میکنی رو گمش کن، تو بیا که ما شما بریم یگان چکر بزنیم یک کار دیگه بکنیم، خلاص مانع از این میشه و با یک گپ از او خلاص میره از درس و از دین و از عقیده همه چیز میمانه. و مانع 12 سرپیچی از حکمیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی که از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم سرپیچی میکنه این نفر عقیده درست توحید درست یاد نمیگیره. از این خاطر بسیاری وقتها دشمنای اسلام که هستند در صحیح بخاری شک میپردن و در صحیح مسلم باز میخوادن شک میپردن، باز میخوادن سر احادیث گپ میزنن که ما حدیث ما قبول نداریم قرآن. این وقتی که از احادیث و از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان سرپیچی کرد، این انسان بالاخره آیسا بالاخره بیدین میشه و گمراه میشه. دوستای عزیز اینی بود موانعی که سبب بیرون رفتن یک انسان از عقیده توحید میشه.